سلام دوستان عزیز، سرخط خبرها را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی در پراگ تقدیم میکنیم. در این چند دقیقه که در اختیار داریم درباره جنگ در اوکراین، فرار تاجیکان از این کشور به پولشا، پایان رفتن قیمت روبل، احتمالی مشکل شدن فرستادن و گرفتن پول از روسیه صحبت میکنیم. اتحادیه اروپا با قبول یک قرار بی سابقه اعلام کرد که برای خرید اسلحه به اوکراین پول اختصاص می‌دهد و برای حمله به این کشور ضد روسیه یک بسته نوی تحریمات جاری می‌کند. یک مقام اتحادیه اروپا روز 27 فوریه گفت که برای خرید سیستم محافظت هوایی، اسلحه ضد تانکی و دیگر مهمات جنگی برای نیروهای اوکراین میلیون‌ها یورو جدا می‌کند. بنابر بحران اوکراین و تحریمات به ضد روسیه، قیمت روبل در برابر دیگر اسعار خارجی یک باره پایین رفت. اگر هفته گذشته $1.84 روبل بود، روز دوشنبه $1 را به 114 روبل عوض می‌کردند. بیننده عزیز، ما در برنامه خبری امروز بر علاوه گزارش‌ها درباره تحولات اخیر اوکراین، تأثیر پایین‌روی قرب روبل به عوض مهاجران و اقتصاد تاجیکستان و همچنین قطع خدمات سویفت برای بانک‌های روسیه و امکان مشکل شدن انتقال پول و گرفتن پول صحبت می‌کنیم. شما از ما در برابر قرب روبل روسی در این باره هم زیاد میپرسید. حالا همکاران ما تلاش دارند از کارشناسان و متخصصان و بانکداران در این باره معلومات جمع آورند. گزارش در این باره را در برنامه اخباری آزادی خواهید دید. برنامه ساعت 17 به وقت دوشنبه و ساعت 15 به وقت مسکو تقدیم می شود. اگر فرصت رسید درباره احوال مهاجران و دانشجویان تاجیک در اوکراین هم صحبت میکنیم که قسمی از آنها از ترس جنگ به لهستان رفتند و با ما ویدیو هم فرستادند. نزدیکی سرحد پولشا ما 30 کیلومتر از شهر لوووف آمدیم. از اینجا اون طرف 30 کیلومتر دیگه مونده است که باید با پا رویم، پیاده. ما این دانشجویانی که از شهر دنیپر آمدیم پیاده به طرف سرحد پولشا میریم. گزارش کامل را درباره فرار دانشجویان تاجیک از جنگ در اوکراین در برنامه خبری تقدیم میکنیم. محاکمه چهارشنبه ورزشکار تاجیک که به دعوت‌های اینترنتی سرنگون کردن حاکمیت تاجیکستان عیبدار می‌شود، گزارش دیگری برنامه خبری است. محاکمه در دوشنبه، اما طوری هم گفته بودیم نه در دادگاه بلکه در بازداشتگاه موقتی صورت می‌گیرد. همکاران ما حالا در آنجا قرار دارند و کوشش می‌کنند تمام جزئیات را به دست آورده تقدیم ما و شما کنند. یک گزارش خوبی دیگری درباره یک خانواده تاجیک داریم که سرابان آن هنگام کار در بزرگترین انشاءات تاجیکستان یعنی در نیروگاه راغون فوتیده است. حالا این زن در بدر مقامات می‌گردد تا جبرانی را که به او برای مرگ شوهرش وعده دادند بپردازد. و حالا از قرب اسعار خارجی در تاجیکستان میگویم. بنا به اطلاع بانک ملی امروز 28 فوریه 1000 روبل روسی رسما 136 سامانی ارزش دارد، ولی در بانک‌های تجارتی ارزش روبل از 100 سامانی هم پایین رفته است. در این بانک‌ها 1000 روبل از 98 تا 100 سامانی خریداری و از 136 تا 140 سامانی فروخته می شود. قرب دلار رسما به تغییر مانده است. $1 11 سامانی و 30 دیرم و €1 12 سامانی و 67 دیرم مقرر شده است. در بانک‌های تجارتی نرخ دلار و یورو چندان تفاوتی زیاد ندارند. بیننده عزیز، ما در این باره در برنامه اخبار آزادی هم صحبت خواهیم داشت و در صورت پیش آمدن تغییرات جدی حتما تفصیلات بیشتر می‌دهیم. سرخط خبرها به پایان رسید. شما را در برنامه اخبار ساعت 17 به وقت دوشنبه و ساعت 15 به وقت مسکو منتظریم.